سرخط خبرها. تلفن باوری برای حل مشکلات تاجیکان در روسیه. هشدار به ساکنان نزد مرزی در فرخار و آزمون برای آشکار کردن جنایتکاری ها. درود، من شهلای عبدالله. تا 10 دقیقه دیگر شما را در برنامه نوید بامدادی همراهی میکنم. ساکنان فرخار را از تهدیدهای تروریسم و اکستریمیسم و گردش مواد مخدر از طرف افغانستان هشدار دادند. نمایندگان کمیته دولتی امنیتی تاجیکستان با ساکنان ناحیه‌های نزد سرحدی ملاقات داشته آنها را به زیرکی سیاسی دعوت کردند. کارمندان کمیته دولتی امنیت گفتند وضع امروزه افغانستان طلب میکند که به این مسئله توجه بیشتر ظاهر نمایند. مرکز مطبوعات ناحیه فرخار خبر داده است که در این واخوری نمایندگان و سابقه‌داران خشون‌های سرحدی با راهبران مؤسسه‌های تعلیمی، آموزگاران، رئیسان، امام خطیبان و ساکنان جماعت‌های نزدی سرحدی ناحیه مسئله تهدید تروریسم و اکستریمیسم، پیشگیری از پیوستن شهروندان به تشکیلات و حرکت‌های تروریستی و افراطی را بررسی کردند. ناحیه فرخار تاجیکستان با ولایت طهار افغانستان مرز مشترک دارد. از ماه آگوست به این طرف در افغانستان همسایه با تاجیکستان قدرت در دست گروه تندرو طالبان است. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز دشوار نظارت دارد و مرز دو کشور را اساساً دریای 5 معین می‌کند و برای روا میان دو کشور 7 پل ساخته شده است. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه میگویند برای دریافت کار به مهاجران در این کشور مساعدت میکنند و مشکلشان را حل میکنند. طور در خبر سامانه نمایندگی در این رابطه ذکر می شود این اقدام برای مساعدت به حل مشکلات مهاجران مهنتی روانه شده است. تاکید شده است که متخصصان ساحه وابسته به مسائل حفظ حقوق مهاجران کاری، تنظیم مناسبت‌های کاری، دریافت جای کاری مناسب، برگرداندن مزد مهنت، شرح قانونگذاری روسیه پاسخ داده همزمان مراجعت شفاهی شهروندان را قبول می‌نمایند. همساله امروز یعنی 3 دکبر در جهان همچون روز بین المللی معیوبان تجلیل می شود. تحلیلگران میگویند آنهایی که امکانیتی محدود دارند اکثر وقت دستنیگر هستند و با پول نفقه زندگی می کنند. شماره آنهایی که می توانند کار کنند یا شغل داشته باشند در جامعه تاجیکستان کم گفته می شود. گزارش نوبتی ما از زندگی یک عائله قصه می کند که همسر و زن این خانواده معلولند. گلناره 8 سال باز مسئولیت کشانیدن عربه شوهرش را بر دوش دارد. او و شوهرش امکانیت محدود دارند. جاده های شهر باختر یگانه مکان دریافت ریسک برایشان گشته است. دست به سوی افراد خیرخواه دراز میکنند تا پول دریافت کنند، پول اجاره و روزگار خود و یک فرزندشان را سامان بخشند. ایدی بیگ شوهر گلناره نان آوری خانه بود. از طریق تلفنش به حساب تلفنی ساکنان پول وارد میکرد و حق میگرفت. پس از پیدا شدن دستگاه‌های پولگذرانی و دیگر امکانیت‌های آنلاینی خدمت رسانی او نادر کار شد. اپارات برآمده، بعد این تلفن و برنامه‌های به دیگرشان قطع شد میگذراندگی برنامه برآمد. کدامی که چند قای همت کند همونش گرفته زندگی را پیش میبریم. کوچه‌گردی زندگی آنها را تغییر داد. نزدیکانش از گلناره روی گرداندند. 8 سالش از زندگی نه ایدارم درآمدگی نیستم، نمیبرن چند بار گفتم که تا روز به روز میتابی آبروی ما را ریزان، آبروی شما را که ریزانده باشم شما عقل کنید ما را باید یاردم کنید. این جفت در شهر باختر 320 سامانی نفقه میگیرند که برای اجاره و زندگی خود و دختر 7 سالشان صرف می شود. افرادی که امکانیت محدود دارند اکثر وقت محتاج کمک کسانی میمانند یا با نفقه اندک زندگی میکنند. تعداد نیز برای خود کار میآفرند. بیبی خانم مشربه و زن با امکانیت محدود در وادی وخش از جمله آنهاست. این زن کارش را با 1000 سامان قرض آغاز کرده است و قرض را برگردانیده حالا فایده به دست میآورد. کار دولت نیست گفتن این به فکر من یک بهانه. برای که شیشته اینم منم بعدی معیوب شدنم خیلی شیشتم خاندنی که آدم از شیشتن و از خواب رفتن و خوردن بیفره میشد به فکری من. برام که من همین کارهای یاد گرفتم و وزیر زندگی من پیش میبرم، از هیچ که کم نیستم.
کلی صدبرگ داریم. بیبی خانم مشرباوا بعد اینکه معیوب شد در حوالیش گلپروری میکند، کاری که نه تنها او را روح بلند میکند بلکه درآمد مالی نیز دارد. قمچیبک ترشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان گفت وضع در سرحد با تاجیکستان زیر نظارت است و در این باره روز 2 دکبر در مصاحبه با شبکه نور تیوی اظهار نظر کرده است. روز 1 دکبر ساکنان دهه سومانیان جماعت چارکوی اسفره درباره ربوده و لطوکوب شدن یک آموزگار 59 ساله در مرز با قرقیزستان خبر دادند. رئیس دهه کوکتاش ناحیه بودکندی قرقیزستان برعکس ادعا کرد که شهروندان تاجیکستان یک ساکنی این دهه را هنگام جستجوی چورو زدند. خدمات مرزبانی قرقیزستان شب 1 دکبر گفت در سرحد از سمت تاجیکستان از تفنگ شکاری 7 یا 8 تیر خالی کرده شده است. مقامات تاجیکستان هنوز در مورد هر دو حادثه و جزئیات مذاکرات شرح ندادند. جانب قرقیزستان میگوید در مذاکرات حاکمان ناحیه‌های نزدیک مرزی و نمایندگان نهادهای قدرتی اشتراک داشتند و به این نتیجه رسیدند که از 2 دکبر منطقه های مرزی را مشترک یا یک جایه پاسبانی می کنند. فعلا وضع در سرحد معتدل گفته شده است. رئیست کارهای داخلی شهر دوشنبه گفت با مقصد تقویت همکاری های پلیس با اهالی در مورد پیشگیری و مبارزه علیه همه گونه کردارهای ضد حقوقی آزمون را اعلام کرده است. اشتراکداران آزمون می توانند دلخواه کردار ضد حقوقی، حقوق ویرانکنی و حادثه های جنایی از قبیل مناقشه، بینظمی، آزار لفظی و پس زدن شأن و شرف انسان، ویران کردن قاعده های حرکت راه را رسم و یا بنوار گرفته توسط مسنجرهای واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام این نهاد فرستند. مخفی ماندن شخصیت اشتراکچیان آزمون کفالت داده شده برای غالبان 3 جای افتخاری با مکافات پولی برای جای اول 5000 سومانی، برای جای دوم 3000 سومانی و برای جای سوم 2000 سومانی مقرر گردیده است. آماده است در اطلاعیه ریاست. با این وجود نظر ساکنان در رابطه با این آزمون ریاست کارهای داخلی پایتخت یکسان نیست. دختر یک عضو زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به افراطگرایی گمانبر شده است. نیلوفر رجب و دختر رحمت الله رجب گفت مقامات تاجیکستان به ضد او بر اساس ماده افراطگرایی با استفاده از اینترنت پرونده شدند. این بند قانون از 5 تا 10 سال جزا را در نظر دارد. خانم رجب و در حال حاضر در بیرون از تاجیکستان است و میگوید مقامات پیوندانش را در دوشنبه با پرونده شناس کردند. مقامات برای شرح خبر تا این دم دسترس نبودند. معلوم نیست که پرونده در رابطه با کدام حادثه باز شده است. نیلوفر رجب و روز 2 دکبر گفت ماموران امنیتی با برادر و خواهرش سبب افتتاح پرونده را با صحبت‌های او در شبکه‌های نزدیک به مخالفین ربط دادند. خانم رجب و تصدیق کرد که روز 18 نوامبر امسال در پیام نت شبکه‌اش مربوط به مخالفین تاجیک درباره بخشیزای و اتاق جریمه‌ای محبس برده شدن پدرش رحمت الله رجب صحبت کرده است، اما آن را غیر قانونی نمی‌داند. رحمت الله رجب را سال 2015 بازداشت و به 28 سال زندان محکوم کردند. او ماه‌های اخیر با کمیش 2 بار از مقامات تاجیکستان بازبینی حکمش را خواسته است. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان خیرمون بقازاده همراه می‌بینیم. 3 دکبر در تاجیکستان روز افراد امکانیتشان محدود یا معیوبان است. در این کشور 154,000 نفر از جمله زنان و کودکان به حیث معیوب ثبت شدند و نفقه ناچیز و بیکاری یکی از مشکلات اصلی این گروه به شمار می رود. حکومت تاجیکستان بر اساس یک تحقیقات معلوم کرد که 30% کودکان معیوب از والدان خویش و تبار تولد شدند. با یک قرار ازدواج خویش و تباری در کشور منع شده است. 3 دکبر سال 1999 یک فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان درباره بالا بردن مقام زن در جامعه امضا شد که هدفش تشویق بیشتری دختران و زنان به تحصیل و کار می باشد. با این وجود معلوم شده است که شمار زنان کارگر در ساختارهای حکومتی نه بیشتر از 30% بوده. نقش زنان بیشتر در سطح میانه ساختارهای بودجویی مثل آموزگاری و رشته طب به نظر می رسد. مشکل تحصیل در دانشگاه‌ها با سبب‌های کمبود اقتصادی و فشار عقیده‌های افراطی یکی از مانع‌های اصلی رشد زنان تاجیک گفته می‌شود.
3 دکبر سال 2010 عبدالملک بهاری نویسنده فانتاست و نمایشنامه‌نویس معروف تاجیک درگذشت. اثرهای علمی و تخیلی او خوف دکتر منصور، زنبور عینکدار، غرایبات نادر و دیگرها برای رشد ژانر فانتاستیک در ادبیات تاجیک عصر 20 سهمگذار شد و بهاری را به حیث بنیادگذار ژانر فانتاستیک تاجیکی معرفی کرد. عبدالملک بهاری عنوان شاعر خلقی تاجیکستان و همچنین جایزه به نام رودکی را گرفته است. بانک ملی قرب اسعار برای $100 1129 سوم و 48 درم و 1000 روبل روسی را 152 سوم و 60 درم مقرر کرده است. بینندگان عزیز، این بود برنامه نویدی بامدادی. به شما استراحت خوب آرزو مندیم. خدا نگهبانتان.